میون این همه دغدغه و هیاهو و سر صدا فقط یه راه نجات وجود داره، اونم فقط مدیتیشنه. فقط چند دقیقه چشماتو ببند، یه نفس عمیق بکش و ذهنتو آروم کن. انگار یه دکمه قطع صدا رو داری فشار میدی و میخوای به ذهنت استراحت بدی. حالا چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش چی میشه؟ استرس در همون لحظه کاهش پیدا میکنه. انگار یه آب خنک داری میریزی روی آتیش. ذهنت خیلی تیز میشه، دیگه مثل قبل نیستی سریع اطلاعات رو دریافت میکنی. انگار یه آرامش عمیق درونی پیدا میکنی، مثل یه کوه استوار شدی. دیگه از هیچی نگران نیستی، نمیترسی. اصلا یه آرامش درونی خیلی عجیبی داره بچه‌ها. واقعا مدیتیشن رو به زندگیتون دعوت کنین. همین الان یه مدیتیشن کوتاه انجام بده، همین الان کاری که بهت گفتم رو انجام بده. اگر نمیدونی چجوری باید شروع کنی و بلد نیستی، عدد 7 رو برام کامنت کن تا خودم بیام بهت کامل توضیح بدم.